بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، ما در زندگی خود با استرس های زیاد روبرو هستیم. خوبه که در این ویدیو کمی درباره استرس با هم گفتگو بکنیم. استرس چیست؟ چرا با وجود می آید؟ چگونه ما بتوانیم استرس را مدیریت بکنیم؟ شاید در دوران دانش آموزی یا دوره تحصیل امتحان دادن برای ما خیلی استرس داشت. یا وقتی می رفتیم یک کاری را انجام بدیم، مانند یک شغل جدید را یا معلمی را یا تدریس را یا یک کار نو را شروع می کردیم، استرس ما زیاد می شد. استرس یک پدیده ایه که همه انسان ها دچار آن میشه. انسان های قوی هم دچار استرس میشه، انسان های ضعیف هم دچار استرس میشه. استرس تقریبا یک حالتی است که همه ما را در بر میگیره. خب حالا ما چی کار بکنیم که از استرس به گونه خوب استفاده بکنیم؟ یعنی گاهی وقتا در زندگی ما اتفاقات پیش میاد که ما باید او را بتانیم مدیریت بکنیم. از جمله استرس را هم باید ما مدیریت بکنیم. ما دو نوع استرس داریم، یک استرس خوب، یک استرس بد. استرس خوب استرسی است که به ما انگیزه میده، به ما انرژی میده، قدرت تمرکز ما را بالا میبره. این استرس خوبیه. اگر ما هیچ استرسی هم نداشته باشیم، هیچ فشار روحی یا روانی را احساس نکنیم، هیچ موقع حرکتی هم انجام نمیدیم. اما اگر استرس ما شدید باشه و استرس طولانی مدت باشه، به سلامت جسم ما، به سلامت روح ما، به سلامت روان ما آسیب میزنه. از این نظر استرسی که موجب به خطر افتادن سلامتی ما میشه، او استرس های شدیده. به هر حال، هر زمان که ما احساس کنیم خواسته های ما در زندگی و مشکلاتی که ما داریم در زندگی از توانایی هایی که ما باید داشته باشیم بیشتر باشه، در این حالت استرس برای ما خلق میشه. بدن ما حالت سمپاتیکشان فعال میشه. ما عرق میکنیم، ضربان قلب ما شدید میشه، لرزه بر اندام ما میفته و در کل فشار خون ما بالا میره و یک حالتی برای ما به وجود میاد که باز روی روان ما هم تاثیر میگذاره. قدرت تمرکز ما پایین میآید و ما قدرت یادگیری ما پایین میآید. مطالبی را که قبلا یاد گرفته بودیم قرار بود در یک جایی ارائه بکنیم، اونا رو کاملا فراموش میکنیم. خب سوالی که ما میتونیم مطرح بکنیم اینه که عواملی که موجب استرس میشه چی میتونه باشه؟ تغییرات زندگی میتونه که یکی از عوامل ایجاد استرس باشه. و هر فعالیتی که موجب تغییرات در زندگی ما شوه همراه با استرس است. پس یکی از عوامل ایجاد استرس همین تغییرات زندگی است. عامل دیگه ای که میتونه موجب استرس در ما شوه گرفتاری های روزمره زندگی است. عامل سومی که میتونه استرس ما را زیاد کنه تیپ شخصیتی ما است. تیپ شخصیتی A، تیپ شخصیتی B. تیپ شخصیتی A انسان‌هایی هستند که بسیار تلاش میکنن که کارها را به زودی انجام بدن. عجولن. انسان‌هایی هستند که بیشتر حالت روحی روانی این داره که کارها را باید کامل انجام بدن. انسان‌های تیپ شخصیتی A انسان‌هایی هستند که بی‌نقص باشند، انسان‌های کمالگرا هستند. این تیپ شخصیت کسانی هستند که همیشه و بیشتر مواقع دچار استرس میشن. تیپ شخصیتی بی داریم که اینا انسان‌های نرمال هستند، انسان‌های آرام هستند، عجله برای انجام یک کار زیاد ندارن. اینا استرسشان کمتر است. پس عامل سومی که موجب ایجاد استرس در انسان میشه تیپ شخصیتی انسانه. لذا انسان باید به متوجه باشه که از چه نوع تیپ شخصیتی برخورداره. عامل چهارمی که میتونه موجب استرس شود فرهنگ و محیط زندگی است. دوستان گرامی، مردم ژاپنی که در آمریکا رفتن و در کالیفرنیا زندگی میکنن، تحقیقی که انجام دادن اینا وزن بیشتری را میگیرن، اینا استرس بیشتری را تجربه میکنن، اینا دچار بیماری قلبی بیشتری میشن. ولی اما ژاپنیایی که در فرهنگ خودشان با ارزش‌های سنتی خودشان زندگی میکنن، اینا استرس کمتری تجربه میکنن. مهاجرینی که
مهاجرین افغانستانی که در کشورهای مثل ایران و کشورهای اروپا زندگی میکنن، به دلیل اینکه متفاوتند فرهنگشان با فرهنگ بومیشان، اینا استرس های زیاد را متحمل میشن و انسان هایی که یا افغان هایی که در خود کشورشان هستند، اگر زندگی آرامی داشته باشند، از نظر فرهنگ پذیری و از نظر محیط زندگی آرامش بیشتری را دارند. پس ما میتونیم بگیم که محیط فرهنگی، محیط زندگی هم میتونه یکی از عوامل ایجاد استرس باشه. پس مهاجرت ها، پس فرهنگ بیگانه از عوامل موجب است که موجب استرس در انسان میشه. عوامل فردی دیگری مثل عزت نفس پایین یا اعتماد به نفس پایین یا منفی نگری یا سوء ظن یا بدگمانی یا احساس این که خود در موقعیت های خطرناک احساس بکنه، این مربوط به عوامل فردی میشه. اینا میتونه عوامل استرس‌زا باشه. پس عوامل ایجاد کننده استرس میتونه تغییرات زندگی باشه، گرفتاری‌های روزمره زندگی باشه، تیپ شخصیتی ما باشه، فرهنگ پذیری و نوع فرهنگی که حاکم بر جامعه است میتونه باشه و همینطور محیط زندگی و عوامل فردی تاثیرگذار در ایجاد استرس است. راهکارهای مقابله با استرس میتونه راهکارهای مقابله مسئله مدار باشه. گاهی وقتا مشکلاتی هست مثل مشکلات اقتصادی. ما مشکل اقتصادی را اگر برطرف نکنیم، اگر کار نکنیم، اگر تلاش نکنیم، اگر دنبال منابع جدید برای درآمد نباشیم، خب استرس افزایش پیدا میکنه. یکی از راههایی که ما بتانیم استرس خود کم بکنیم، مشکل را باید حل بکنیم. اگر تا مشکل رو حل نتوانیم، نمیتونیم استرس خود کم بکنیم. راهکارهای دیگه ای که میتونیم ما او را نام ببریم به عنوان راهکارهای هیجان مدار است. یعنی این که ما اگر دچار یک مشکل میشیم، خوبه که تنفس عمیق داشته باشیم، نفس عمیق بکشیم. تنفس عمیق همونطور که در ویدیوهای قبلی هم اشاره کردیم، سبب پیام‌های به مغز میشه. یعنی پیام میده که مغز آرام باش و با حس آرامش استرس ما کم میشه. فعالیت‌های بدنی و ورزشی هم سبب کاهش استرس میشه، چرا که فعالیت ورزشی که ما انجام میدیم، او هورمون‌های کورتیزول، هورمون‌های آدرنالین، اپینفرین، اینایی که سبب افزایش قند خون در بدن ما میشه، سبب ایجاد هیجان و فعالیت در بدن ما میشه، با ورزش ما میتونیم اینا را بسوزانیم، اینا را از بین ببریم و با ورزش ما میتونیم که حتی اون حالتی که انسان بدن انسان در حال تنش هست، با ورزش میتونیم که او تنش های خود بیرون بکنیم. و از طرف دیگر ورزش سبب تقویت قلب ما و ترشح آدرنالین میشه و سبب این میشه که ما حس شادابی و نشاط جایگزین حس استرس و جایگزین هورمون های کورتیزول و اینا شود. پس این میشه راه حل هیجان مدار. قرآن میگه که من اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا، کسی که از یاد ما غافل شوه و خداوند او را دچار زندگی سخت میکنه. از این طرف هم اگر ما بخوایم به آرامش برسیم، در قرآن کریم آمده که الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی با یاد خدا دل انسان آرامش پیدا میکنه. ذکر و یاد خدا اینا کمک میکنه که ما بتوانیم آرامش بهتری پیدا بکنیم و استرس ما کاهش پیدا کنه. استرس یک پیامی است از بدن ما با وجود خطر و استرس خودشان بد نیست، استرس خوب است، اما اگر شدید نباشه و اگر شدید باشه ما اگر او را مدیریت بکنیم، او برای ما زمینه و فرصت بهتر شدن را برای ما فراهم میکنه.